امروز با اشتراک آنها از منفعت خالی نخواهد بود. هیئت اولیه دسته هولبوک رو دسته خود سرمربی دسته تنها یک تغییرات را نظر به بازیگرانی هستند که در دورهای گذشته پیوسته در هیئت اساسی بود. در اسخط تغییرات ها دو تا است. نظر به بازی گذشته دو لیگنر دروازه‌بان 19:00 شود. اینک وقت فرا رسید دوستان گرامی و رقابت هم آغاز شد. باور نکردنی جریان گرفت. وضعیت خطرناک است در این حالت و بعد بر یک به فایده وقت تمام شد. اسخط غیر انتظار روشن رو شکست داد. وضعیت خطرناک است در این حالت و داورچی اشاره میکند. پنالتی گذاشت. هولبوک در این حالت طوری میبینید به نظر رسیده است. وفا بختیار ضربه او و به یگان شانس برای دروازه‌بان حریف و او حریف را وادار کرد که اشتباه کند، یعنی پرسینگ اینفیلد بود. یکی از این دسته ها پیروز شوند اما مساوی شده نشد. جای از روی عدالت هم بود در هفته همون رقابت. هجوم نوبتی بازیگران اسخط را میبینیم. وضعیت خطرناک است و ضربه زده بازیگری رقمی 9 در حرکت به مرکز است اینجا اما این ضربه توسط سرگذاری برطرف شد و ضربه بعدی باعث گل می شود. دوستان گرامی نشد موج اولی هجوم ضربه برگردانده شد و اینجا فوتبالبازان دسته هولبوک فکر کردند که تمام با همین و تمامی حمله فوتبالبازان دسته هولبوک رو میبینیم. بسیار ارسال خوب بود با جریمه از پرتوفت کردن با جریمه‌گاه دست کشید بازیگری اسخط و بعداً ارسال خوب داد. هجوم جوابی بازیگران دسته اسخط. وضعیت خطرناک است و دروازه خالی بود در همین لحظه ها. در آخر قسم دوم بازی باشد. وضعیتی خطرناک اکنون صمد صمدов، ابراهیم اشونخونов، санҷар ихсибоев و мирҷалол қосимов. یک ضربه بسیار پرتافتی او را میبینیم. وضعیت خطرناک است و چی ضربه عالیه اینجا دیده میشه. ارسال توپ به سوی خیلی پرتافتی خوب بود. مبارزه جدی هم هست اینجا و دروازه خیلی خوب در این حالت بختیار ظریفov و با قهر و غضب توپ را به بازیگری حریف زد. این حالت برطرف شد. زود امکانیتی نوبتی برای بازیگران هولبوک نتیجه نداده ایستاده است. این دفعه چی؟ پرتافتی بسیار هم خوب و ضربه با سر هم عوض شده ایستاده است. از کرسی بازیگران احتیاطی اسدبک مختوموف وارد میدان شد. وضعیت خطرناک است و اینک دوستان گرامی حساب 1-2. فرانکی بسیار جالب خواهد بود. از اوت وفا هخامنشی توپ را به بازی درآورد و در قبط دوم ببینید چگونه برتری پیدا میکند فوتبالبازی قامت بلندی دسته هولبوک و فرانکلین برتری که دارد تلاش کند. فرانکلین اینجا افتید و وضعیت خطرناک است. 1-1 میبراید اما در کرده ایستاده است فوتبالبازی دسته اسخط. به هر حال در نهایت کار او کامیاب میشود که گل به نام موبین جان مومینوف نوشته شد. راستی ببینید موبین جان در همین حالت اصلا فکر کرد که تمام فرانکلین هجوم رو تشکیل کند. بسیار پرتافتی خوب بود. اینجا افساید نیست. وضعیت خطرناک و در این حالت طور ما و شما میبینیم حساب دوستان گرامی 1-4 میشود اما گل رو بعداً بکار کردند. میبرند که افساید هست یا نه و اونها معین خواهند کرد. گولی به دروازه دسته روشن گل زده بود. گل دوستان گرامی و حساب 1-4 میشود. بار دیگر جوی یادآوری است که در حالت قبلی دسته مذکور با کیها بازی میکنند. میخواستم اطراف این هم دوستان گرامی گفته گذارم. بازیگران اسخط در این بین باز یک هجوم دیگر تشکیل کرده ایستادند و حساب دوستان گرامی بازی امروز و حداقل کسبی 1 امتیاز اما در طول دقیقه آخر آنها پیدا تعیین شد. از آنجا خطاها با اشتراک بازیگران هولبوک شروع شدند و تا به پایان رقابت امروز دوام یافتند. اینجا باشد از مسافه دور یک گل بسیار خوبه با اشتراک بازیگران. توجه کنید به ضربه‌ای که اجرا شد. اسخط گل‌های 4 و 5 خود را زد و با همین مسئله کی غالب می شود در این بازی الکی حساب باشد 2-5 است. در نخستین بازی با اشتراک هولبوک و اسخط در لیگ عالی دسته اسخط 5-2 در سفر غلبه می‌کند.